ساعت 4 صبح روز 4 از 7 روز 7 تا مینی ولاگ از زندگی عادی. به خاطر اینکه امروز امتحان داشتم زودتر از همیشه بیدار شدم، تختم مرتب کردم و بعدش قهوه‌مو درست کردم و نشستم پای خوندن درسم. من همیشه به جای اینکه شب بیدار باشم و شبا درس بخونم ترجیح اینه که صبح خیلی زود بیدار شم، چون اون موقع خیلی خیلی بهتر میتونم درس بخونم. بالاخره خورشید طلوع کرد و من عاشق این نوریم که روی دیوار اتاقم میافت. همیشه انتخابم واسه صبحونه روزی که زود بیدار میشم اوتمیل و خیلی بهم میچسبه. آموزشش هم که دارین میبینید، یه اوتمیل خیلی ساده، یه خورده که دماشو از دست داد، با ترکیب شکلات تلخ و عسل تزیینش کردم و خوردم. بعد از اون امتحانمو دادم و پیاده برگشتم سمت خونه، به خاطر اینکه هوا خیلی خوب بود و خب خیلی خسته شدم. صورتمو شستم و سعی کردم که موجه هامو بکنم و توی ولاگ فردا بهتون یاد میدم که چجوری خودتون موجه بذارین. اینم یه بوست به شمایی که دارین منو میبینید. و بعد از ظهر شاگرد اسکیت داشتم و رفتم سر کلاس اسکیت. شب رفتم یه خورده خرید کردم و اومدم نودل درست کردم برای شام و برای بار 1000م گارفیل رو دیدم و همین دیگه. شب بخیر.